معلم سر کلاس به بچه‌ها گفت روی کاغذ بنویسید نظرتون در مورد شجاع‌ترین آدم‌ها چیه. بهترین متن جایزه میگیره. یکی نوشته بود غواص که بدون محافظ توی اقیانوس با کوسه شنا میکنه. یه نفر نوشته بود اونا که شب میتونن تنها توی قبرستون بخوابن. یکی نوشته بود اونایی که تنها چادر میزنن و توی جنگل از حیوونا نمیترسن. خلاصه هر کسی یه چیزی نوشته بود، اما این متن دست و دل معلمو لرزوند. توی کاغذ نوشته بود شجاع‌ترین آدم‌ها اونان که خجالت نمیکشن و دست پدر مادرشونو میبوسن، نه سنگ قبرشونو. قطره اشکی بر پهنای صورت معلم جاری شد همراه با زمزمه‌ای: افسوس من شجاع نبودم. یادمون باشه تو خونه‌هایی که بزرگترها کوچیک میشن، کوچیکترها هرگز بزرگ نمیشن. هرگز.